ابو هریره میگوید که ما نشسته بودیم و حدیث می نوشتیم. پیامبر اسلام فرمود چی می نویسین؟ گفتن چیزی را که از تو میشنویم می نویسیم. فرمود که آیا در کنار کتاب خدا کتاب دیگری؟ گفت یا رسول الله چیزی را می نویسیم که از تو میشنویم، چیزی را از خود علاوه نمی کنیم. تکرار کردی را مگر در کنار کتاب خدا کتاب دیگری؟ ابو هریره خود اعتراف میکنه که ما همه چیزی را که نوشته بودیم جمع کردیم و سوختاندیم. دروغ. تعجب نکنید، بله دروغ. همچین روایتی از سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه وجود ندارد. دروغ میبنده. بیایید یک کمی حسن ظن داشته باشیم. میگن که سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. خب حکمتیار صاحب به مغزشان فشار آوردن و این دروغ رو به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بستن. همچین چیزی را حضرت ابو هریره نگفته. این دروغی است آشکار. من تحدی میکنم، چالش میدم جناب حکمتیار و همه اعضای حزب اسلامی رو که برن بگردن همچین روایتی از ابو هریره پیدا بکنن. دروغ است، بهتان است. سبحانك هذا بهتان عظیم. بهتان به ابو هریره است. اول اونجا گفت که ایشان سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه در سال 7 هجری یک تن وارد کرد و بعد از اون این روایت را به دروغ به سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه میبنده که ایشان پیامبر آمد و گفت چی می نویسید؟ گفتن سخنان شما رو می نویسید. گفت ننویسید کتاب خداست و فلان اینا. بعد گرفت این رو همه رو آتش زد. تهمت به ابو هریره میزنن. چطور یک نوع شیگری معلوم میشه در صحبت های ایشان؟ اول حضرت علی چرا یک روایت کرده؟ این همه امرای پیامبر بوده. بعد از او ابو هریره چرا در سال 7 هجری مسلمان شد؟ چرا این همه روایت کرده؟ چرا حدیث نوشته؟ بعدش هم این دروغ رو به ابو هریره نسبت میدن. دروغ است، بهتان است. اصلا همچین چیزی برای ابو هریره رضی الله تعالی عنه اتفاق نیفتاده. برای کسی دیگه اتفاق افتاده. برای ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، یکی از اصحاب جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب رو من خدمت شما حدیث رو بیان می کنم. دوستان عزیز این صفحه ورد رو نشون بدن. کنا قعودا نکتب ما نسمع من النبی صلی الله علیه و سلم. نشسته بودیم و می نوشتیم آنچه را که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شنیدیم. فخرج علینا فقال ما هذا تكتبون؟ این چیزی که دارید می نویسید؟ فقلنا ما نسمع منك، چیزی که از تو میشنویم. فقال اکتاب مع کتاب الله؟ آیا کتابی با همراه کتاب الله می نویسید؟ فقلنا ما نسمع. فقال اکتاب غیر کتاب الله؟ آیا کتابی غیر از کتاب الله می نویسید؟ امهدوا کتاب الله و اخلصوه. فقط کتاب الله را بنویسید و تنها کتاب الله سبحانه و تعالی را خالص پاک. فقال فجمعنا ما كتبنا في سعید واحد، همه چیزی که نوشته بودیم جمع کردیم در یک جای. ثم احرقناه بالنار، بعد از اون آتش زدیم. قلنا ای رسول الله صلی الله. این قسمتش رو دقیقاً مثل علمای شیعه این قسمت حدیث رو میبرن، ایشان بیان نمیکنه. تدریس است، این تلبیس است، خیانت است. این ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نحدث عنك، آیا از تو حدیث بیان بکنیم؟ قال نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم تحدثوا عنی ولا حرج، از من حدیث بیان بکنین و هیچ حرجی نیست. و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که عمدن به من دروغ ببندد جایگاه خود را در آتش دوزخ انتخاب کند. چرا ادامه حدیث را نمیخوانید جناب حکمتیار صاحب؟ بابا از قزوینی شکایت میکردیم، از مکارم شیرازی شکایت میکردیم. خب اونا دینشان مذهبشان آشکار است، از اونا گله‌ای نیست.
شما چرا حدیث را میبرید؟ ادامهش را نمیخوانید. قلنا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انحدث عنک، آیا از تو حدیث روایت بکنیم؟ قال نعم، بله. تحدثوا عنی ولا حرج، از من حدیث بیان بکنید و هیچ حرجی نیست. و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که به من دروغ ببندد جایگاه خود را در آتش جهنم انتخاب بکند. قال فقلنا یا رسول الله انا تحدث عن بنی اسرائیل، که این ادامه حدیث موضوع ما نیست. راوی ابو سعید خدری است، نه ابو هریره. محدثش هم شعیب برنوت است. در امام احمد هم روایت کرده، امام مسلم هم روایت کرده. خلاصه حکم حدیث صحیح است و الفاظ از امام احمد است. در این حدیث خیلی مطالب جالبی وجود دارد که مترسب یک قسمتش رو کند و به ابو هریره بهتان زد که این رو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه و ربطی به سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه نداره. همه علما و محدثین در شرح این حدیث چی میگن؟ که انکار رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوشتن حدیث در آن زمان به امرای قرآن بود، که هم قرآن رو داشتن می نوشتن هم حدیث رو داشتن می نوشتن. یک سری کتاب وحی بودن معروفین که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل سیدنا علی و که اونها رو صدا می کرد، می گفت که این آیه رو در کنار فلان آیه در کنار فلان سوره بنویسید. اینا کتاب وحی معروف هستن، در کتب سیرت و حدیث هست ذکر شده. صحابه برای خودشون هم می نوشتن، هر کس برای خودش می نوشت، قرآن رو می نوشت. وقتی که شروع کردن به نوشتن حدیث، این در صدر اسلام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردن که یعنی خلط بین حدیث و بین قرآن کریم نشه. اما از بیان احادیث پیامبر من نکردن، طوری که ایشان ادعا میکنه و این تهمت رو به سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه میزنه. ترس پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که نشه که این سخنان ایشان که احادیث است در کنار قرآن کریم خلط بشه برای بعضی از مردم. و بعد از اون میبینیم که در چندین جای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن که امحدوا کتاب الله و اخلصوا، گفتن که یعنی قرآن رو فقط خالص قرآن رو بنویسید تا این رو حفظ بکنید و غیر از این کتاب دیگری رو در کنار قرآن کریم نچسبانید. این معنی سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میفرمایند که ما اینا رو همه رو جمع کردیم، بعد آتش زدیم. بعد از اون گفتیم که یا رسول الله ان نتحدث عنک، آیا از تو حدیث بیان بکنیم؟ یعنی چی؟ آنچه که تو میشنویم برای دیگران بگوییم؟ قال نعم تحدثوا عنی ولا حرج، حدیث بیان بکنید از من، حرجی نیست در آن. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث که حکمت رسه قسمت ازی رو تدلیس کردن بریدن، ثابت میکنه یعنی آنچه که عکس ادعای حکمتیار صاحب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حدیث بیان کردن من نکردن، از نوشتن حدیث در کنار قرآن من کردن. و بعد از اون فرمودن که و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. در اینجا چی است؟ یعنی آنچه که از من بیان میکنید از احادیث بدون کم و کاست آنچه را که میشنوید بیان بکنید، در او کمی و کاستی نیارید، دروغ به من نبندید. اگر این نبود پس اگر نقل احادیث من بود بر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چه معنی داشت؟ و این وعید شدیدی است بر کسی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبنده. ایشان میگه که پیامبر این حرفایی که زده در مورد عبادات اینا که بیان کرده اجتهاد پیامبر است، دروغ است بر پیامبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه است.
خطبه بیان میکنن، خطبه مفصلی که همه شما شنیدید و مطالب زیادی رو در اونجا بیان میکنن. یک شخصی از یمن بلند شد و این روایت صحیح است، در کتب سیرت، در کتب تاریخ، در کتب احادیث بیان شده. فقال اکتب لی یا رسول الله، همین حرفایی رو که زدید بنویسید برای ما. فقال صلی الله علیه و سلم اکتبوا لابی شاه، بنویسید برای این ابی شاه، نامش بود، بنویسید برای او. اگر از حدیث نوشتن منمی بود چرا پیامبر در آخر عمرشون در حجة الوداع این حرف رو زدن؟ این امر صریح هست به نوشتن حدیث. و که اکثر اهل علم از علما، از محدثین میگن که احادیثی که امر به کتابت حدیث کرده منسوخ کننده احادیثی است که از کتابت حدیث منع کرده. و هدفم واضح بود که خلطی بین حدیث و بین قرآن کریم صورت نگیره. این بود در مورد این تهمتی که به سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه میزنن که احادیث آتش زده و پیامبر ایشان را منع کردن. بلکه این حدیث در مورد ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه است و برعکس این در ادامه همین حدیث پیامبر امر میکنن که از من نقل بکنید حدیث رو.